السلام علیکم سپاسی دیالوزا و رهبریت این محفل و دعوت رهبران یک قبل از آنکه این محفل بگذارم دو جدا یک شعبه دارد هیچ میدونی چی کاری بعد مدت کردم بعد این مدت من به مرگی خیش باور کردم از این بهتر از این جانسوزتر از این صمیمیتر دیگر شعر در وصف مادر نیست وقتی که کس مرگ مادر خویش را میبیند آنگاه در تصور او خود مرگ تجلی می‌یابد این باور کنید همین سخن و پیوندان معلم اینجا گفتن فرزندانش است اینجا همکارانش است بی‌واسطه دخل دارد که ما چگونه مادر عزیز را از دست دادیم چگونه یک استادی بسیار بسیار با استعداد چگونه یک معلمه اخلاق و فرهنگ را از دست دادیم روحشان شاد باد همین روز مرگ معلمه من یک رپورتاژ نوشتم اگه من عادت دارم هر چیزی که بینم بنویسم در فیسبوک یک گزارش بسیار باید نوشتم بعد اونجا یک عبدالله که عبدالله بود فامیلش در مسنجر من نوشت این بسیار خطی عجیب است گفت که همین ما این بعد به یادم اومد این وقتی که سیرش افروش کرد استاد دارد دیگه خوشش شما دریا داره شما جونشین دیکم دیدم مثلا و یک اوباش بود یک بسیار بسیار رفتار خود سرانه همین باید داشت همه را بسیار گفت آخری سوای 90 اولی 2009 خیلی یک وضعیت بسیار بسیار به باید کسی تو همین خوند است همون چیزا همون بدونید چی نوشته است گفته است معلمه همون وقت با ما میگفت حالا گپی ما به شما نمیگذارد شما اصلاح نمیشوید بعدا خودتان اصلاح میشوید اما افسوس زیاد که وقتی زیادی را از دست میدهید بعد 20 سال همین اوباشی سابق می‌نویسد بعد 20 سال با به قدر همین سخنان معلم رسیدیم حالا در مهاجرت هستیم و افسوس می‌خواهیم که همون وقت به معلمه عزیز گوش نکردیم یعنی تأثیر سخن را ببینید که این سخن فضا و مکان ندارد سخن خرداب ندارد یعنی بعد 100 سالها هم با صاحبش با همون جایی خوبش تاثیرش میرسد با همون مکانش با همون ادامش تاثیرش میرسد یک تزیس دیگر در یکی از دانشگاه‌های استرالیا من خیلی خوندم هنگام قبول به کار به دانشگاه‌ها یک معیار بوده است اگر فرض کردید دو نفر خواهشی کار کردن در دانشگاه داشته باشند یکی مرد و یکی زن اگر هر دو هم به استانداردها با همون قالب‌ها اگر پاسخگو باشند اونجا امتیاز به زن داده میشده است چرا که یه عجیب است چرا که اونجا با شرحش است چرا که زن محبت به زندگی رو در رگ جانی همون انسان تلقین میکنه یعنی انسان رو متخصص رو از ربات شدی نگاه میدونه این در یکی از دانشگاه‌های است این تزیس بسیار عجیب است بعدا یک چیز میگم که راسپل مریمی یک ادیب بسیار مشهوری فرانسه یک جمله بی‌نهایت جالب دارد در این دنیا میگن همه چیز خرید و فروش میشه بجز محبت مردم همه چیزی که ما خرید و فروش میکنیم معلوم لیکن محبت رو نمیشود خرید نمیشود فروخت در سینه ها در یادها باقی میماند برای همین من آرزو میکنم که اول یک چیزی که بسیار میخوام از حضور مبارک رکتور دانشگاه استفاده کرده بگم که همین چیزهایی که نمین محفل‌های یادبود میشود یعنی محفل‌هایی که شخصیت‌های بهترین ما چیز بررسی میشود کار و فعالیتشون در یوان‌ها زنده کرده میشود همینا یک عنصر شخصیت شناسی هستند پرسونولوژی اگر همینا رو جمع کرد و همینا رو مثلا در همشون در همچون یک کتاب همچون یک دستوری اگر تعلیمی اگر حفظ شود و یعنی در شکل کتاب شود و
همین نسل امروزه و نسل آینده پیشنهاد شود عجب کاری می شود. اکنون درباره فیلم سال 2013 بود. سال 2013 بود. استاد امروزاده رکتور بودم. استاد عبدالسلام بیرمی شما جانشین رکتور بودم و من در تلویزیون معاون اولی شبکه یکم بودم. بعد ما خواستیم یک فیلمی مستند درباره زنهای معروف تاجیک برداریم. فیلمی مستند عبارت یک 45 دقیقه بود و ما 3 کس رو انتخاب کردیم. یکی مکرمه نبیل حسین و دیگری سنابر خداداد و اینجا معلمه یادتون هست؟ خودت رو رفته بودیم چای بشیدیم. بعدا معلمه عزیز حسنگل تلبتова و یک چیز عجیب همونجا در صحبت معلمه من باید کردم بهترش همون من یک کاغذ آوردم تو جمله هست. اونجا معلمه درباره یک چیز فلسفی صحبت کردم. همین درباره اون که کسی به قله مقصود برسد که دو چیز داشته باشد، یکی خواهش زیاد و دیگری احتیاج بی‌نهایت. همین دو چیز اگر باشد کس همه مانع ها رو صرف نظر میکند، برطرف میکند و به هدفش میرسد. ببینید شخصی به مرد کوهستانی رو آورده گفته است چرا تو از این تنه درختی که باموی برتر باموی جری گذاشته شده است با اصولی میگذاری، اما وقتی که من میخواهم مثل تو از بالای این درخت حرکت کنم ترس تمام وجودم را فرا میگیرد. اون مرد کوهستانی پاسخ داده است هنگام حرکت از بالای درخت به اون سوی جری من یک هدف دارم، باید آب بیارم چون که به آب منو اعضای اویله‌ام از تشنگی تلف خواهد شد. هنگام بازگشت آنچنان میخواهم اویله خود را ببینم که حتی درباره اون غاری در تک بوده و افتیدن به اون چخوری حتی فکر نمیکنم. یعنی پس من چیکار کنم که ترس و وهم رو از خود رو کنم و از جریان و ترس نگذارم؟ پاسخ تنها خواهش زیاد و احتیاج بی‌نهایت تو رو از همه گونه خوف و خطر نگه داشتن همه گونه مانع ها رو برطرف می‌کنند. این پند معلمه گمان میکنم این معلمه از کجای خود بود. البته اینم گفتم خودشون که این من خوندم و این چیز به من خیلی تاثیر کرد. باز یک سخن استاد امامزاده به من خیلی تاثیر کرد. همین گپا گریگور تویتون یک ادیب مشهوری اوکراینی گفته است. میگه برای اونهایی که اهل سخن هستند یا با سخن سر و کار دارند یا می‌نویسند ایجادکار هستند نوشتن خیلی مشکل است. در همون سخن کار کردن خیلی مشکل است. ولی بسیاری گمان میکنن معلمی اصول است. نه، معلمی مشکل ترین کسب است. اما ننوشتن از اون هم مشکل تر است. کار نکردن از اون هم مشکل تر است. این اهل ایجاد عمر در همین گونه تنگنا زندگی میکنند و اذیت میکشند. این سخن من به واسطه با معلمه عزیز حسنگل توبه کنم دست دارد که هرچند میتونستند که احوال خوبی زندگی داشتن کار نکنند از بر همین گونه تشویش ها بزن، اما همین محبتی که داشتن او رو نگذاشتن که ترک کسب کنند و تا آخر عمر با همین کسبشون با همین کارشون صادق موندن. یک سخن دیگر از افلاطون کار جهان میگن افلاطون با کتف 3 گروه هست: فیلسوفان، معلمان، دکتران. همین چیزا باید همیشه در یاد داشته باشید.